سلام و صد سلام به شما عزیزان خودم. آقا شما این روزا خبری از احوالات این یارو اکبر کوسه ندارید؟ میگن اکبر این 4-5 روزه حسابی کفالوده. اکبر کفالود از ما پر از دود، بی کل محمود اونجا بود. زهرو که خوردی افتادی مردی، بی تو ولایت شد نابود. حالا علت کفالود شدن اکبر چیه؟ الان براتون تعریف میکنم. جونم براتون بگه که اکبر کوسه نقشه کشیده بود که تو نیویورک هر طور شده شیخ فری رو با اوباما روبرو کنه و خلاصه با یه نرمش و کرنش ذلیلانه جام زهر رو بریزه تو حلق سیدعلی و تمام. برای این هدفش هم از قبل شیوه های قیر و غمزه رو خوب به شیخ فری یاد داده بود. خب فکر میکنید که این فرصتی که به شما دارید که هفته بعد برید به نیویورک، فکر میکنید که چقدر مهم هست؟ آیا قرار هستش که با آقای اوباما هم ملاقات بکنید؟ بنده برنامه‌ای برای ملاقات با اوباما در دستور کارم ندارم. Would you be against meeting with President Obama in the near future, Mr. President? در آینده مخالف ملاقات با ایشون خواهید بود؟ هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر، وابسته به ایجاد شرایط لازم هست. شرایط لازم هم درست حسابی مهیا شده بود. از سرو آب به جای آب شنگولی تو ضیافت ناهار بانکیمان گرفته تا زمین چینی سایت ها و روزنامه های باند رفسنجانی برای دل و جیگر سیخ کردن شیخ فری و استکبار جهانی. بله، درست در شرایطی که همه چیز داشت به نفع اکبر کوسه پیش میرفت، ناگهان سیدعلی به خودش اومد و از زور سیخونک‌های داخلی و از ترس ریزش جک و جونورای بسیجی به شیخ فری پیغام رسوند که حسن ملاقات بی ملاقات. شیخ فری هم که پاک از این خبر وارفته بود تو مصاحبهش با CNN گردن کج کرد و یه جوابی داد که همه دنیا بفهمن تا کجا از به هم خوردن قرارش ناراضیه. اما دیشب رئیس جمهور کشورمان به مهمانی شام دبیرکل نرفت. البته آقای روحانی در گفتگو با CNN ضمن تایید تلاش‌ها برای ملاقات گفت زمان برای تنظیم ملاقات کافی نبوده. صحبت‌هایی بود برای صحبت‌هایی بود که ملاقاتی بین من و رئیس جمهور اوباما انجام شود. آمادگی‌هایی هم صورت گرفت. امریکا هم علاقمندی‌اش را اعلام کرد. در واقع در وضعی خاص این کار می‌توانست انجام شه، ولی معتقدیم برای این کار زمان کافی برای تنظیم دیدار نبود. الهی موش کور بخوردت که نفهمه چی خورد. عجب استدلال قانع کننده ای. اینجا بود که آب لب و لوچه اکبر کوسه و باندش خوش شد و خوابای شیخ فری براب شد. خلاصه شیخ اکبر بعد از ضربه خوردن از عظما نشسته بود و داشت واسه ادامه مسیرش نقشه میکشید که یهو یه مشت چند تونی وارد شد و فک سیدعلی و اکبر کوسه و شیخ فری رو جمعیاً دوخت به هم. اون مشت مال شما هموطنای کار درست بود که تو نیویورک دک و پوز اعتدالی شیخ فری رو آوردید پایین.
چرخ بری چپ بری راست بیای، بالا بری پایین بیای، ته خط باید یه چیزی رو این وسط نقد کنی بذاری کف دست طرف حسابا. میگی نه؟ حالا نگاه کن. موشکار